بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 جولای 2024 است و در ولایت زیبای قندوز هستیم. امروز الحمدلله توانستیم که یک باب کامپیوتر لبی مجهز را به این اطفال نازنین و زیبا افتتاح کنیم. تشکری و سپاسگزاری میکنیم از آصف که این زمینه را مساعد ساختن تا بتونیم اطفال نازنین را که در اینجا هستند برشان یک با کامپیوتر لبی مجهز با 20 پایه کامپیوتر، یک پایه پرینتر و یک LCD بسیار کلان را تهیه کنیم و الحمدلله که اینها میتونن از این به بعد مهارت ها و دانش کامپیوتریشان رشد میکنه و میتونن که کامپیوتر را خوبتر و به شکل زیبا فرا بگیرن. یک بار دیگر تشکری و سپاسگزاری میکنم از مؤسسه خیریه آصف که این زمینه را فراهم ساختن تا این اطفال نازنین بتونن که استعدادایشان رشد کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you, Asif. Thank you, Asif. Thank you, Asif. Thank you, Asif.